این یک سفر زیارتی معمولی نیست، این یک سفر گردشی نیست. این مسافرت شما برای حج و عمل حج شما مشارکت در یک اقدام بسیار مهمی است که خدای متعال برای اداره بشریت، نه فقط اداره مؤمنین مسلمین، برای اداره بشریت این دستگاه رو، این تشکیلات رو مقرر کرد. حج برای اداره بشریت. لذا می‌بینید در قرآن می‌فرماید به خطاب به ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، فی الناس، همه مردم عالم. اکثر اونها اون روز ایمان به ابراهیم نداشتن، اما اذان حج، اعلام حج، دعوت به حج مال همه بشریت. جعل الله الکعبة بیت الحرام قیاما للناس. خدای متعال این خانه شریف رو محل قوام و قیام بشریت قرار داده. یا اون آیه شریفه دیگر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. این خانه ای که در مکه ما قرار دادیم، در بکه قرار دادیم، این وضع للناس، مال بشریت. با این چشم نگاه کنید. عمل شما، رفتن شما، طواف شما، زیارت شما نسبت به این خانه عملی است که سود اون و عایدی اون به بشریت برمیگرده، البته به شرط اینکه درست انجام بگیره، به شرط اینکه با شرایطش انجام بگیره که تو این پیام ها مکرر در مکرر این شرایط رو عرض کردیم. حج درست خدمت به بشریت است، فقط خدمت به خودتون نیست، خدمت به کشورتون نیست، خدمت به امت اسلامی فقط نیست، خدمت به بشریته. حالا ببینید حج چقدر مهمه. شما دارید در این کار شرکت. اینجا مرکز مقاومت است.